میگید 48 ساعت تو جایی که تونستم لاغر شدم. باورتون نمیشه که چند کیلو کم کردم. پس حتما ویدیو رو تا آخر ببین، صاحب یاد نره. راستی اگه داره از آپارات میبینه همین الان بازش کنه که تو ویدیو بعد شات میشه. خب برسم تو که از اینترو این ویدیو دیدم، ولی این ویدیو دیدید ما قرار بریم ورزش کنیم، یعنی من قرار برم و قرار بریم مثلا چیزای خوب بخوریم، مثلا زیاد ورزش کنیم. در حالا همچنین میبینید زیاد شکل وزنم همچین درست درمون نیست. قبلش باید بریم یکم وزن بگیریم. برای این ویدیو هم زیاد ویدیو خاصی نیست. شاید به خودتون بگی خب احمق شده همچین ویدیو زد میکنی. این ویدیو نمیدونم شاید مثلا یه امیدی باشه برای بعضیا. اینا همین دیگه، خودم میخوام انجام بدم. همش ورزش کردن و اینا چه مثلا تأثیری داره؟ همش هم نه، ولی ببینیم چه تاثیر داره. قبلش بریم وزنمون رو بگیریم ببینیم چقدر بهش باز بگیریم چقدر کم کردیم. لیتس گو. خب بریم 64 رو چند داشتم؟ 64 و 65. خب اول سطح وزنمون که گرفتیم دیدیم شد 64 و 65 تقریبا. اگه الان قراره یه پارکی بریم که توش بریم میگم ورزش کنم و آره اینا دیگه. باشه بجز این قراره ویدیو هم بریم آپلود کنیم، هم توی یوتیوب هم توی آپارات، چون نت صبحگاهی داریم و اینم که بگم که من تازه یه زمان خیلی پیشگیری کردم. 4 سال پیش 3 سال پیش مثلا میدیدید من با قد مثلا 150 مثلا اینجا مثلا اینقدر با قد 150 64 کیلو بودم و الان خودم خیلی خوب پیشگیری کردم و نذاشتم وزنم زیاد بشه. بس میتونیم بریم با دوچرخه بریم همون جای پارک. اولین قدمم اینه که دوچرخه رو بزنم تو دنده سنگی و بریم. و برعکس اینجا میبینید ما 2 تا دوچرخه داریم، ولی این دوچرخه چون مثلا تازه از سال بالاخره 2-3-4 سال خریدیمش، این دوچرخه قدیمیه مال 11-12 سال پیشه و یکم دندش خرابه و خودش هم توی سنگین میره. یعنی لازم نیست حتی دندش هم مثلا کلا دنداش کلا خرابه، یعنی اصلا هیچ انگار دنداش خرابه. ولی مثلا آدم مثلا بخواد با نیم مثلا یک دنده پایینم بره بالاخره انقدر منظور یکم ریکاپ زدنش اینا سنگینه، کلا یکم حالت سنگینی داره. پس با این میریم، با اون قبلی دیگه نمیریم. همین دیگه با همین میریم. خودش اصلا لازم نیست دندش هم حتی عوض کنیم. بریم لیتس گو. البته برعکس اینجا ما 1 ساعت داریم میایم میزنیم تو بخش دوچرخه رانیش. خب چون قرار دوچرخه سواری کنیم و انگار استارتمون از ساعت 10 و 20 دقیقه است، یعنی 10 که شروع کردم به ضبط کردم استارتمون انگار از ساعت 10 و 20 دقیقه است. خب بریم دیگه لیتس گو. خب برعکس این پارکمونه اومدیم. آی خیلی دندش بالاست این پارک دیگه. اوه لیتس گو. یکم تو اون دوچرخه سواری کنم. الان تقریبا بریم اینه 2 دقیقه از اون موقع گذشت. احساستون رو راجع به مدرسه حتما به من بگید. ببینم کسایی مدرسه دوست دارم و چه کسایی بدشون میاد. قطعا همتون بدتون میاد. اینجا هم خیابونه. میبودم آقا بونه. تو کی اومدی سید؟ سلام نده، جواب بده. هیچ نگرانی نیست، من خوبم. 4 دقیقه و 29 ثانیه است که دارم فاکینگ ورزش میکنم و هنوز بعد این همه راه بریم. what the fuck، اصلا حسش نیست. اصلا با همین من ورزش کنم خیلی، چون واقعا آدم پا و نفسش اینا میمونه انقدر دندش سنگینه. بله اشارت گلمون اخوالمون. چه خبر؟ همینجور رفتم اومدم. بلندتر بگو، بلندتر. 10 دقیقه ورزش کردم. بذار نفس بگیرم. یکم 10 دقیقه یعنی ورزش کردم. ورزش کردم نمیدونم 10 دقیقه اومدیم. میوه داشت. میگم نگاه پشت سرم یک نونوایی هستش. برو اونجا 2 تا نون بگیر. نه برو بگیر دیگه. برو بگیر خدایی دیگه. خلوتم از سالا اگه من باید ورزش کنم. آی برم بدونم یا برم با دوچرخه برم. من فرق نداره. دوچرخه برم. دوچرخه سنگین تره. مهراب عشق تیم ما. مهراب کلن 10 دور رفتم اومدم. انگار 5 دور
هی رفتم این 17 و 40 ثانیه هم دقیقه شد. من 1 کیلومتر هم تا الان رفتم. یکم برم با این وسیله‌های اینجا یکم ورزش کنیم، نشون بده با اینا یکم ورزش کنیم، بعدش برم یکم آب بخرم. خیلی تشنمه، خیلی تشنمه. بله مباد یه آب برامون آورد دمش گرم، رفت دوچرخه زرتی از یک مغازه سوپرمارکت خرید. دیگه آبمون رو بنوشیم دیگه، شروع کنیم به اینها. نگاه این از این دستگاه از این... خب بریم از این ور این دستگاه ها رو یکم تمرین بریم. اینا چیز جالب به نظر این ور جالبه. دقیقه وایسید یک 10-20 دقیقه هم اینجا ورزش کنیم، بهش یه کار دیگه انجام بدیم دیگه. فوش میریم خونه اینا. Let's go. خب الان یه چند دقیقه میگذره، اگه دیده باشه 11 دقیقه رفتم. میخوام بگم در مورد اینا توضیح بدم. آقا این خیلی عالی بود، خودی اصلا دستم پاره شد. این اصلا صفر. اینم بد نبود برای پای. همیشه یادمه بچگی می‌خواستیم بیایم بالا اینا ولی نمیتونست، خیلی بد بود. الان راحت تونستم برم. علاقه اونی که اونورم فهمیدم، من قبلا خیلی بد میرفتم ولی این دفعه قلقشو فهمیدم و کاری کردم که بیشتر به پهلوام فشار بیاد و از این دستگاه خیلی خوشم اومد و بیشتر میخوام چربی پهلوام آب کنم. برای همین اون یکی دیگه که بهتون گفتم که برای چربی پهلو خیلی خوبه، برای یکم این خیلی عالی بود. خب مباد داداشم من دیگه این دفعه با این دوچرخه میرم دیگه. پاره شدم انقدر با اون دوچرخه رفتم. شمردم نزدیک به نگاه اون بر 10 تا نزدیک به 12-13 دورم رفت، یعنی بدون که ویدیو بگیرم یک چند دور دیگه هم رفتم و خدای پاره شدم. رسیدیم خونه و آره دیگه خیلی خسته شدیم دیگه. الان ساعت 12:20 است اگه معلوم بشه و این بود دیگه. فعلا تا الان کم استراحت کنیم، بعدش باز شروع میکنم به تمرین کردن داخل خونه، یعنی باز نمیخوام برم پارک اینا. الان تقریبا ساعت میشه گفت 2:53 است و نزدیک 3 و الان ما میخوایم بریم ناهار بخوریم. یکم دیر شد ولی قرار بریم ناهار بخوریم. ناهارم هم که دیگه بقیه برنج دارن، من بعد برم سالاد بخورم و بعد آره دیگه خوردیم. الان دیگه بعد تا 3-4 روز مثلا سعی کنم گیاه خوار بشه. عرضم به حضورتون که دیگه مثلا شبم با همین سالاد و یکم میوه اینا مثلا به سر میتونم ببرم. روزای دیگه هم دیگه یه جوری مثلا میتونم به سر ببرم. 3:12 دقیقه تقریبا 3:15 و من ساعت 5 کلاس دارم. به سلام دوستان. آقا اومدم دوباره. الان اگه بگم ساعت 12:30 نصف شبه. بله ساعت 12:30 نصف شبه و اومدم برم ورزش کنم. حالا هرچی میگی ساعت 12 چون به قبلش وقت نشه. حالا با چی میخوام ورزش کنم؟ میخوام ورزش شکم کنم. ورزش شکم کنم. بعد باشه به خودم چون ساعت 12:30 اومدم چیز کردم چون که وقت نشد. و الان بریم که یکم ورزش کنم. و الان ورزش من توی اینستاگرامه. بعد توی اینستاگرام چند تا چیز سیو کردم، بریم توی اینستاگرام ورزش پهلو و شکم پیدا کنیم. لیتس گو. گار دیگه هاشم اینجا میاییم. این ممکن اینجا حالا بقیه‌اش رو دقت نکنید، اصلا نگاه نکنید. اصلا ادیتور سانسور این بود که داشتم بگو ورزش چربی پهلو که اینا دیگه. نگاه اول میخوام از این شروع کنم. Let's go. که ساعت 12 نصف شد برای ورزش. همونطور که میبینید الان صبح شده دیگه. تقریبا ساعت 12:08 است و قرار بریم ورزش کنیم مثل همین دیروز. بریم پارک و ورزش کنیم. الان یکم دیرتر قراره بریم چون خواستم یکم بخوابم، خیلی خسته بودم دیشبم که دیر خوابیدم. قبلش بریم با هم دیگه وزنمون رو بگیریم. لیتس گو. آمد
63 کیلو داداش میشه 63 و نیم. 1 کیلو کم کردم تا الان. نزدیک به 1 کیلو کم، نزدیک نه واقعا 1 و 10 کم کردم 1 کیلو. البته بازم معلومه ولی فکر کنم تا فردا شاید حتی 2 کیلو بشه. بریم با هم دیگه توی پارک ورزش کنیم. حاجی پشمام چقدر قشنگ شده اینجا. میدونین چرا؟ چون که دیروز صبح زود اومدیم، ساعت 10 اینا اومدیم، آفتاب مثلا پشتش به ما بود. الان بالاه آقا اون آفتاب جان، آفتاب بخورم. بریم. تا الانم دو دور رفتم، 2 دور رفت و برگشت رفتم. بریم ادامهش. لطفا استاد این دیگه چجور ورزشی هست؟ ورزشی پارکور. تو چی میگی؟ برعکس اینجا ناکای داخلشو الان زیاد دوربین معلوم نیست، ولی اصلا بیا ببینید تار عنکبوت مثلا. خب برعکس الان دیگه تقریبا ساعت 1 و 10 دقیقه است و دارم برمیگردم خونه دیگه. امروز هم زیاد تست ورزش کردن نبود مثل دیروز اصلا خیلی حس داشتم، ولی امروز اصلا خیلی خسته بودم. هم دیر بیدار شدم، هم دیر خوابیدم. خدای خیلی خسته بودم. عرضم به حضورتون که امروز فقط 1 ساعت تونستم ورزش کنم، دیگه از این بیشتر دیگه نمیتونم. خیلی خوابم میاد، خیلی خستم. دیگه میریم خونه تا شب یا نهار که باز ورزش کنیم، یعنی تا شب. خب آقا الان صبح شد، ساعت 11:40 است. دیگه ارزم به حضورتون دیگه 48 ساعت گذشت. الان دوشنبه 20 شهریور فکر کنم. و دیگه آقا 48 ساعت گذشت. بریم وزنمون رو بگیم، بریم تو چالش 48 ساعت چقدر تونستیم لاغر شیم. تا دیروز که من وزنمو گرفتم شده بودم 63 تقریبا 55 کیلو. الان ببینیم چقدر شده. این فکر نکنم تغییر خاصی کرده باشه، ولی بازم بریم ببینیم وزنمون چقدر شده. لیتس گو. 63.5 همونطور که دیدید الان وزن من شد 63.05. این همون تقریبا دیگه 63 کیلو. و دیروز و پیروز یعنی شنبه، امروز دوشنبه است، شنبه وقتی استارت کارو شروع کردیم بودیم 64 و 65. یعنی از اون موقع ما تقریبا 1.5 کیلو کم کردیم که به نظرم پیشرفت خوبیه. توی 2 روز 1.5 کیلو واقعا به نظرم خوبه. تو 48 ساعت 1.5 کیلو خوبه. باش که دیروز هم که گرفتیم شدیم 63 و 55 شد 1 کیلو. امروز هم که از دیروز تقریبا 50 کیلو کم کردیم و آره دیگه خیلی به نظرم خوب شد. توی 2 روز 1.5 کیلو به نظرم فکر عالی بود. به نظرم خیلی بهتر شد. مثلا اگه آدم رژیم بگیره و ورزش کنه و اینا واقعا خیلی عالی میشه و خیلی زودتر وزنش کم میشه تا اینکه فقط بخواد بیاد رژیم بگیره یا اینکه فقط بیاد ورزش کنه و کلی غذا بخوره، فایده نداره. اساساً با آخرین ویدیو اگه خوش اومد ویدیو رو لایک کنید و کامنت کنید. و این ویدیو صرفا جهت صرفا همچین الکی نیومدم بسازم برای بعضیایی که بهشون روحیه بدم و فلان. حالا در حدم نبود. عشق من فعلا تا یه ویدیو دیگه. خداحافظ.